نام خداوند مهربان، بینندگان و هموطنان عزیز ارجمند، حالا این برنامه بازیگپ را از شهری زیبای ویلنیوس داریم برگزار میکنیم. ما اینجا به مهمانی برادر و همکارم برادر باباجان قیومزاد آمدیم. امیدوارم که شما صحت و سلامت هستید و برایتان سلامتی آرزو مندم. شامتان بخیر بود. یک بار دیگر به برنامه بازیگپ خوش آمدید. من محمود جان فیض رحمانوف هستم، همراه همکارم برادر باباجان قیومزاد. انشاءالله امروز در موضوعهای مختلف صحبت خواهیم کرد، از جمله از برادر عزیزم برادر باباجان قیومزاد که 4-5 سال شده است در شهر وین زندگی دارند. میخواهم اول از برادر در مورد این شهر زیبا بپرسم، بخصوص اینکه این در زمان شوروی بود و بعد انشاءالله در مسائل کرونا ویروس و دیگر مسائل داغ صحبت خواهیم کرد. سلامت باشید برادر باباجان، فرمایید. پیش از همه خوش آمدید به شهر ویلنیوس. به هر حال اینجا دیگر وطن دوم ما شده است و چند سال است که در اینجا زندگی داریم و خدا رو شکر همه چی خیلی خوب است و برنامه‌های خوبی هم از اینجا برگزار میکنیم بعضی وقتا با شما. و خب این فضایی که میبینید واقعا بیانگر یک فضای بسیار زیبا، آرام و یک زندگی آسایشته و راحت برای مردم این کشور است. در واقع محمود جان اگر یک بار ما فکر کنیم، همین کشور لیتوا هم یکی از 15 کشور همون رسپوبلیکایی بود که در زمان شوروی اتحاد شوروی رو تشکیل میدادن. کشورهای بالتیک. بله، این یکی از کشورهای بالتیک، 3 کشوری که هستن در اینجا. و ما در عموم بعد از فروپاشی شوروی ببینیم که این کشورها به کجا رفتند و ما به کجا رفتیم. حالا وقتی که گپ درباره پیشرفت می شود، گپ درباره رشد می شود، ترقیات می شود، معمولا حکومتداران ما یا بخصوص همین رهبران دیکتاتور یک بهانه دارن که ما جنگ داشتیم، ما این کردیم، ما اون داشتیم، ولی یک بار فکر نمیکنن که مثلا ژاپن هم جنگ داشت ولی چند سال بعد جنگ خودش ساخت. به کجا رسیدیم امروز؟ گرمانیا وقتی شکست خورد در جنگ، بعد جنگ به کجا رسید؟ شما در یک مدت کوتاه از جمله این ویلنیوس هم بعد از فروپاشی شوروی نگاه کنید امروز به کجا رسیده است. خب همین جایی که شما میبینید در واقع مثلا یکی از ویژگی هایی که کشوری آزاد دارد همین است. همین جنگلی که میبینید جنگل است در واقع، ولی در داخل اون همین جایی که میبینید یک جنگلی طبیعی است، ولی قبل از این که مردم بیاین اینجا را خراب کنن، ساختمان بسازن، همین در همین اطراف از همین جنگل یک چیز ساختن، یک راههای ساختن، راههای خردی طبیعی، و کاری کردن که مردم از همین یک جنگلی طبیعی یک استفاده استراحتی میبرن. میبینید که مردم در هر گوشه و کنار استراحت میکنن، تفریح میکنن، میگردن. جای پیاده گردی است، مثلا برای مخصوص مردم کلانسال اینجا قدم میزنن، زندگی میکنن، یعنی این گردش میکنن، حفظ کردن و از اینها استفاده میکنن به نفع مردم، به خاطر مردم، برای رفاه مردمشون. نه اینکه مثل تاجیکستان یک نفر بیاید اینجا را غصب کنه بگیرد، یکی از اولاد رحمانوف، و نمیدونم همه را ساختمان بسازه. این کارو نکردن. من چند وقت پیشتر از اینجا رد میشدم، وقتی پیاده روی میکردم اینجا، من هر روز تقریبا اینجا پیاده روی میکنم. وقتی که پیاده روی میکردم اینجا قدم میزدم، یک نفر آمد از من امضا بگیرد. گفتم برای چی میخوای امضا بگیری؟ گفت که اینجا میخوان که این جنگل رو خراب کنن و از اینجا یک راه را بیارن به راه کلان دیگر پیوست کنن. ما میخوایم که این نباید انجام شود. یعنی همون راه از وسط جنگل نگذره، بگذار از جای دیگر بگذره، راه دراز هم شود و دراز شود، ولی از این جنگل خراب نشود. چرا این جای فضا را خوب میکند، مردم در اینجا استراحت میکنند. یعنی مردم یک آزادی برای خود حس میکند که برای خودش حق میدهد که بیاید طلب کنه حکومت که اینجا راه نکن. ولی در ما بین چگونه که دیدیم حتی کودکان مجبور شدن در نزد بیناها اعتراض کنن که شما این میدانچه بازی ما رو خراب نکنید. اون مطمئنم که اون هم به دستور یکی از اولاد رحمانوف
صورت میگیرد یا به خاطر یکی از اولاد اون صورت میگیرد و همه تقریبا همین است. یا اینکه ببینید که کاخ جامی، چایخانه راحت یا اون قصر ریاست جمهوری که بود، این بناهای تاریخی که واقعا هم برای یک ملت این بناهای تاریخی واقعا هویت ملی میرسونن یا ارزش های بسیار بزرگی ملی هستن اینها، ولی اونها رو خراب میکنن برای یک گروه آدم هایی که اون در این کشور غیر خودشون هیچ چیز نباشه. برای اونها یا اینکه منفعت همون نفسی ناصر اونها سری ندارد و باید به جای اون رو خراب کنن و یک چیزی بسازن که فایده بیشتر بگیرن. دیدم که محبس خانه هم به همون شکل حفظ شده. بله، شما اگر محبس خانه رو ببینید هم به همون شکل حفظ شده است. همون بینای کگب، نه تنها محبس خانه، بینای کگب که امروز باقی مانده است و موزه شده است و شما در همون موزه اگر یکم سیر و گشت کنید میبینید که بیناهای از زمان شوروی ساخته شده، بیناهای از زمان حتی که قبل از شوروی ساخته شده از در همین شهر قدیمه ویلنوس حفظ شده تا امروز و کسی اونها رو خراب نمیکنه. و اینجا این گونه نیست که یک نفر بیاید این کارا رو کنه. ببینید مسئله در چی است؟ اگر شما در شهر ویلنوس گشت و گذار کنید تقریبا میبینید که یک شباهت های به دوشنبه دارد و آدم وقتی که میاد، هر کسی اینجا میاد بیشتر همین احساس میکنه. و ما در اینجا یک چیزایی رو نگاه میکنیم که ببینید همین اتوبوس ها هستن، ترالیبوس ها هستن، همون ترالیبوس های بعضیش از زمان شوروی است ولی با طرز سیستم درست شده است کار میکند که در یگان جا شما نمیبینید که مثلا مردم مثل تاجیکستان در مشروط که آنچنان پر شود که دیگر جای سوزن زدن نباشد، یا اینکه تأخیر نمیکند. یگان ترالیبوس اتوبوس اونقدر همین نقلیات زیاد هست که مردم سری وقت به جایش میرسند، زیاد نمیشود، شلوغ نمیشود، هیچ مشکلی پیش نمیآید و همه به کارش میرسند. ولی ما میگویند، حکومت همیشه میگوید که ما یک جنگی شهروندی رو پس سر کردیم. ببینید 30 سال از اون جنگ گذشته است. باز تکرار میکنم، ژاپنیا مگر جنگ را ندیده بود؟ ژاپنیا مگر بمب اتمی نزدن؟ ولی در یک مدت کوتاه ژاپنیا به کجا رسید؟ این همش بهانه است. بهانه رو پشت گذاشتن به دزدی ها و بهانه غارت ثروت و امکانات ملت ما است. دیگر هیچ چیز حقوقی چه است؟ آیا شما یک بار احساس کرده که شما را حقوقتان محدود میکنن، همچون مهاجر، همچون دیگر یگان یعنی چیزی دیدید در اونجا؟ واقعا یک چیز است محمود جان، شاید امروز ویلنوس یکی از کشورهای اروپای شرقی به حساب می‌رود که به اندازه دیگر کشورهای اروپای غربی پیشرفته نباشد از لحاظ مثلا اقتصادی و اینو، ولی من در اینجا یک چیز را احساس کردم. مردم برای رشد هم اجتماعیات و اقتصادیات تلاش میکنن و هم در برابر این در باره حقوق انسان، در باره ارزش‌های انسانی کار میکنن و این خیلی زیاد رشد میکنه. ما امروز اگر شما نگاه کنید وقتی که مشکلاتی بلاروسیا با وجود آمد، اکثرا مردم در ویلنوس برخیستند به حمایت از اون ژورنالیست روس که بود بزرگ شد در حریم ویلنوس در بلاروس. هواپیما که به ویلنوس می اومد اون رو مجبور نشاندن و اون رو بازداشت کردن. بعد از این در ویلنوس راهپیمایی ها شروع شد. هیچ کس رو محدود نمیکند. هر کاری که میخواهید میتونید در اینجا انجام بدید. یک آزادی و حقوق انسان در اینجا ارزش دارد برای مردم. این مردم هم الکی به اون نتیجه رسیدند. یعنی این درست است، یک حالا خورد است و شاید از اقتصادی شوی البته نسبت همون شوی سابق برتری دارد شاید، ولی از لحاظ حقوقی و از لحاظ ارزش‌های انسانی ما در حال رشد است. ما هر روز می‌بینیم این رو، احساس می‌کنیم. مثلا تا امروز یک جا من روبرو هستم که مثلا یک کس از من سوال کرده باشه که تو در اینجا چی کار می‌کنی، تو برای چی کشوری اومدی یا چیزی دیگه. درسانیشون اینا چه مکتب روید؟ با خب من تو حاضر ببینید ما وقتی که نگاه میکنم فرزندای من وقتی که از اول من از تاجیکستان خارج شدم واقعا هم در ترکیه بودم یک مدت فرزندای من دچار مشکل شدن چون خودشون تغییر فضا و روانی و
ولی وقتی اومدم با ویلنوس و اینا با مکتب رفتن وارد مکتب شدن، من واقعا میگم مکتب در اینجا یک چگونه بگم یکی از اولویت های اصلی این کشور است. برای یک طلبه تمام امکانات رو کوشش میکنن فراهم بیارن، برای او همه چیز رو میدهند تقریبا. و از همه مهم این است در مکتبی که فرزندای من میخوانند یک بار حتی من ندیدم که یک نفر با اینها همچون یک شهروند بیگانه هم مناسبت کرده باشد یا کمترین اعتراضی از فرزندان پیش اومده باشد. این چیز وجود ندارد، چون که این مردم واقعا به یک سطحی بالای همون چی میگن ارزش محوری رسیدن و پدر و مادرها حتی همین کودکان هم در مکتب وقتی میبینی خیلی چیز عجیب است. من راستی یک چیزی یادم اومد، یکی از مکتب‌های بین المللی ویلنوس اینجا چیز داشت، بعد با فرزندای مهاجرین با اونها ملاقات تشکیل کردن از طرف سازمان‌های مهاجرتی لیتوا. در اونجا تشکیل کردن ملاقات کودکان مهاجرین با همین خوانندگان مکتب بین المللی ویلنوس و اونها در اونجا بودن. از جمله دختری من در اونجا شرکت میکرد، چون از سنفی 5-6 پایین رو میگفتن. وقتی که شرکت میکردن اونها درباره این میپرسیدن از فرزندان ما، مثلا از اینها صحبت میکردن، ما از تاجیکستان اومدیم، ما همینطور. بعد همه اونها میپرسیدن شما برای چی کودک البته نه اینکه با یگان چیزی خاص، ولی میگه که شما برای چی از تاجیکستان به لیتوا اومدید، شما مثلا اینجا انتخاب کردید. دختری من چون درباره معلومات ندارد نمیداند، همین قدر گفت راستی این انتخاب پدر و مادرم بود که در اونجا مشکل داشتن و بابای من در اونجا زندانی است و ما اگر نمی اومدیم پدری من هم زندانی میشد و من همین قدر میدونم که میگن پرزیدنت بله و گفت که من همین قدر میدونم که پرزیدنت ما میشنوم که پرزیدنت ما یک آدمی بد است و یا دیکتاتور است، میگن که بسیاری ها را آدمای بیگناه را زندان کرده است. همین کودک دیگر نمیدونم، چون واقعا هم من نمیخوام که با یک چیزهای منفی ذهنی کودک پر شود. بگذار اون خودش تحصیل کند برود به جای برسد، واردی اگر خواست واردی سیاست نشود یا چیزی دیگر، ولی علاقه در ذهن او این هست. همین پیش از صحبت شما، همین چند روز پیش منم یک ویدیو موندم در همین یوتیوب که من دخترچه‌ام گفتم که دختر جان نمیره پیش بیبی تاجیکستان؟ گفت نه نمیرم. گفتم برای چی؟ گفت که برای میقپنم، یعنی زندانی میکنن. گفتم بچه جان نمیقپن؟ میگه نه میقپن، زندانی میکنن. میگه یعنی کودکا همون فضای سیاسی خانه میخوایم نمیخوایم تاثیر کرده است. بله انا یک چیز دوست ازم در مسئله همین مردم هم در مسئله آزادی خواهی و وقتی که مثلا اونهایی که ظلم کردن در اون بینای KGB اونهای نامهاشون هستن، بله اونهایی که قربانی شدن همچون قهرمان نویس شدگی هستن، همه اینها یعنی این تاریخ همینجا که اون قدر بعد شوروی از سال 90 به فکر مستقل پیدا کرد، ولی همه اونهایی که ظلم کردن همچون یک ظالم جلاد اینها شناخته میشوند. اونهایی که در راه آزادی قربانی دادن و زحمت کشیدن اونها همچون انسان‌های قهرمان، انسان‌هایی که خدمت کردن در همه جا مورد احترام این قرار دارد. در مسئله کرونا ویروس چه خیلی است؟ شما زدید؟ شما واکسن زدید؟ بله ما در اینجا وقت گرفتیم. اینجا یک چیز واقعیت است که من باید این را بگویم. خب در همه کشورهای اروپایی معمولا همین گونه است. تقریبا اول شروع کردن از بزرگسالان و البته قبلتر از کارمندان ساحه طب و ساحه معارف که اینها بیشتر با مردم در سر کار داشتن، با بیماران با دیگران. اینها اول واکسینه شدن، اینها واکسینه را گرفتن. بعدا شروع شد مرحله به مرحله، بعدا باز از اون کلان سالان پایین‌تر، از اون پایین‌تر. بعدا ما در این میان برای مکتب بچه‌ها مثلا پسری من قبل از ما واکسینه گرفت، چون که اونها امتحان داشتن، باید در امتحان شرکت میکردن. برای اونها استثنایی وقت دادن که باید این خوانندگان صنف‌های 12 واکسینه را زودتر بگیرن قبل از چیزا، چون که اونها به امتحان میروند، در امتحان باید شرکت کنن، همه هست، حضوری میشود. برای اینها استثنایی شد.
بعدا مرحله به مرحله مثلا سین سال ما رسید، ما واکسین گرفتیم، بعدا با سین سال دیگر ها. حالا من پسری خوردیم باید برود واکسین بگیرد، نوبت اونها شده است، یعنی از 16 ساله پایین. و این به همین ترتیب گرفته می شود. و واکسین ها هم چند مدی واکسین ها، مثلا فایزر، جانسون، اون مدرنا، باز یک نوعی چیزی دیگر هم هست، اون هم بود، استرازینیکس. این در وجود داره در اینترنت. شما انتخاب میکنی خودت وقت ساعت همون نوعی واکسین را میره از همون واکسین قبول میکنی. در مسجد و در اینا نمیزنن، نه در راه نمیخواپند واکسین بزنن. و بعدا وقتی که واکسین میزنی در بازه اصلی اینترنت که در خود همین کشور است ثبت می شود. مثلا وقتی که من میخواستم با پولش بروم، از همین اینترنت وقتی که میزنی مثلا همون شماره کارتی گشتت رو شماره خودت میزنی، الکی اون میگوید که من واکسین گرفتم، دیگر هیچ کس با من کار ندارد، هیچ محدودیتی برای من وجود ندارد. اگر این نباشد باید تست کرونا ویروس بگیرم یا کرانتین شوم یا اون مانع‌های دیگر که وجود دارند. ولی این موقعیت است برای واکسین، همین گونه عمل میکنن. ولی متاسفانه در تاجیکستان به نظرم باز اونهایی که در تاجیکستان هستن میدونن واقعا یک بی‌نظم نظامی ترتیبی است. هر کسی که چی میکند صحبت کند، هر کسی که در راه پیدا میکنن میزنن، نه ثبت نام نه رجیستراسیون میشود. مثلا ما هم در استرالیا چنین برادر سین سال شد وقتی که ما رسید رفتیم زدیم مدرن ما گرفتیم، این گیری کردیم مثلا چند روز پیش بود. و همین خیل باز در الکترونی سرتیفیکت الکترونی داریم موزی و باز یک این پاسپورت داریم که هر کجا رفتم اون نشون میدیم. متاسفانه در تاجیکستان چنین نیست. این هم در حالی است که تاجیکستان در همین چند روز اخیر 35 میلیون یورو دلار قریب برای خریدن همین امگیری و برای واکسین گرفته است. متاسفانه حال در یک حالت عجیب و غریب است. یک سوال است، همینی که چند روز پیش دوستان گرامی از دو وزیر یک وزیر چند روز پیشتر و یک وزیر دیگر خیلی پیشتر در انگلیا به خاطر اینکه همون دوری اجتماعی را وقت حفظ نکردن سبکدو شدن، برکنار شدن از وظیفه. ولی در ما امام رحمان ماه ینوار گذشته یعنی چند پیشتر اعلام کرد که در تاجیکستان اصلا یعنی دیگر کرونا ویروس نیست. این از نگاه حقوقی اگر همین کار در مثلا انگلیا میشد اون جنایت حساب میشد، حتما یا زندان میشد یا بله. برای چی؟ برای اینکه وقتی که تمام دنیا مثلا از این رنج میبرن، همه بهترین کشورهای دنیا مثلا مبارزه میبرن، ولی میاد تاجیکستان میگوید که ما اصلا نداریم، همه چیزی میشود این التهاب شوش است. ولی در اصل این همین چند روز پیش همین روز خبر رسید که اون شیرالی کبیر هم رفته است مثلا دیگر و چندین طبیبای معروفی ما، چندین شخصیت های معروف ما از سبب همین گذشت. برای چی؟ اولش تقدیر خدا درست است، ولی اینکه حکومت به توجهی کرد، اینکه مثلا حکومت در همین مسئله باز پنهان کاری میکند، باز میگه نیست. وقتی که امام رحمان گفت که اعلام کرد که دیگه در ما کرونا ویروس نیست، خودی دکترها میدونستن که این دروغ است، این واقعیت ندارد، ولی اونها میدونن که اگر گپ زنن آیندهشون چی میشود. ولی بدون ذکر نامهایشان با آزادی به دیگر رسانه‌ها میگفتن که واقعا وجود دارد. یک چیز دیگر هست، همین چرا التهاب شوش بیشتر میگن در تاجیکستان؟ ببینید همین وقتی که بیماری کرونا ویروس پیدا شد، بیشتر بیماری کرونا ویروس هم به شش ها ضرر میرساند و شش ها وقتی پر میشوند از این ویروس دیگر نفس کشی مشکل میشود، دیگر مشکلات به وجود میاد و بیشتر برای انا همین مردم ما رو آوردن به التهاب شش و همه چی رو ربط دادن به التهاب شش، در حالی که چنین نیست. در حالی که همه میدونند که التهاب شش یک بیماری کاملا
جدی هست، ولی بله. مثل کرونا ویروس یک بیماری خطرناکی کشنده نیست. میتونه در بعضی حالت‌ها با مرگ در انجام بده تو بشوش هم، ولی نه به این شکل به طور کلی دیگر همه رو به اصطلاح به کام مرگ بکشد. ولی به خاطر که این بین اینها یک رابطه وجود دارد، اکثرا پیشگان ما هم آمدند کار گفتن که این التهاب شش است و کرونا ویروس رو متاسفانه به التهاب شش یعنی تبدیل اگر دادن. نگاه کنیم التهاب شش همون کرونا ویروس است. در اصل همون شده است. در تاجیکستان دیگر روزی بین در واقع نام تاجیکی کرونا ویروس شده است التهاب شش. و بعد خبرها گفتن که وزارت همون تنصیحاتی بود است که در 2 روز اخیر 25 نفر تنها به همین ویروس گرفتار شده است، در حالی که ما ده ها نفر در رسانه‌های اجتماعی، در فیسبوک و در آزادی در رسانه‌های دیگر می‌بینیم که از همین کرونا ویروس درگذشتن. بله. و اینقدر مثلا حالا یک موج دیگر به تاجیکستان اومده است. بله واقعا هم نگاه کنید محمود جان، اگر واقعا نگاه کنیم موج نوی که اومد و جان اینقدر انسان رو گرفت، این محض جنایت رحمانوف است. چون که رحمانوف اگر به این شکل از یک بیماری اعلان نمیکرد که چنین بیماری در ما وجود ندارد و این مشکل رو با وجود نمیارد، شاید مردم در همون موج اول بیشتر اهمیت میدادن، رفتن واکسین رو در اول پیدایشش میگرفتن و با یک شکل میتوانستن خود رو نجات بدهند، حداقل احتیاطی بیشتر میکردن. ولی رحمانوف با این اعلانی کردش واقعا قاتل ملت شد، قاتل همین مردمی شد که امروز از کرونا ویروس میفوتن به اون خاطر که اونا فکر میکردن که رحمانوف درست گفته است دیگر در تاجیکستان کرونا ویروس وجود ندارد و این واقعا جنایت است. و این واقعا جنایت است که کاش که ملت باشد از حقوق خودش دفاع کرده تواند و مثل اون وزیرایی که فقط به خاطر رعایت نکردن فاصله یا اینکه به خاطر روبوسی کردن با همکارش وزیر بریتانیا، وزیر تندرستی بریتانیا وقتی که از کار برکنار می شود، کاش این رحمانوف حداقل از به استعفا فرستاده شود از مردم برای این جنایتش، که واقعا اونها اگر مثل رحمانوف جنایت میکردن و باعث کشته شدن مردم میشدن، خدا میداند که بسر اونها چی میومد. ولی حتی پیش از همین وقتی که یعنی کرونا ویروس در جهان منتشر شد، تاجیکستان خیلی بعد با دروغ میگفت که در ما وجود ندارد، ولی وقتی دید که از حد گذشت دیگر اونها مجبور شدن اعلام کنن که در ما هست. ولی باز متاسفانه در تمام کشورهای دنیا اون تباعد اجتماعی، دور بودن اجتماعی را باید همه مثال پیش میکردن، ماسک داشتن، بعضی کرانتینی که مثلا در کشورها شد، در تاجیکستان اصلا همین چیزا نشد. خود رحمان وقتی که در میرود با مردم ملاقات میکند همین رعایت نمیکند، همین اصول مثلا دوری از همین واکسن، از همین کرونا ویروس رو مسکن نمیدوزد. اینو همش از نگاه قانون. مثلا اون یک آدم وقتی که به خاطر فرزندش که میگذشت در بریتانیا، به خاطر که فرزندش در حالتی چی شد وفات کرد و نتوانست بگذرد، اون گفت که من شکایت دارم وقتی که ما این خیل میکنیم چرا مثلا حکومتدارا مثلا اون دو وزیری که کنار رفتن یعنی برکنار شدن چرا اونها این چیز اهمیت نمیدن، در حالی که در تاجیکستان همه از کرونا ویروس جان میدادن، ملت عذاب میکشید، مردم بیچاره نمیدونست چیکار بکنن. ما در مرشیروفکا بودیم، باید برای اموال رحمان یک چاره‌بینی وسیع در خوجند میگرفتیم و همون چاره‌بینی که در خوجند شد همون باعث شکایت بیشتری مردم شد. و حالا چرا همین حکومت تاجیکستان مسئله همین اصولهای دوری از همین کرونا رو رعایت نمیکند و به مردم هم تشویق نمیکند؟ واقعا یک حکومت برای و چنین چیزها اهمیت میدهد که مردم برایش ارزش داشته باشد و از مردم وابسته باشد. ولی شما تصور کنید که حکومت رحمانوف تا همین چند روز پیش مرشیروفکا میرفتن مردم و بیشتر همین پنج شدن کرونا ویروس در همین شب و روز اخیر هم از همون مرشیروفکا ها با وجود آمدگی است. و اگرچه امروز میگن مرشیروفکا منع شده است، شنیدم چنین که مرشیروفکا را باز داشتن، ولی واقعا هم با یک چنین
حکومتی که واقعا فلج است، از ریشه فلج است و نمیتواند برای مردم خودش یک ارزش واقعا انسانی قائل باشد. واقعا من با کمال تاسف این را میگم. برای این وقتی که من در اینجا میبینم، اتفاقا شما شاهد بودید که چند وقت پیش یکی از مهاجران دیگری تاجیک به اینجا اومد و صحبت میکرد، میگفت واقعا من احساس کردم در اینجا که من انسانم. از مناسبتی که با من شد، چون اون در بلاروسیا چقدر مناسبت‌های ناسالم دغل رو دیده است، در روسیه دیده است، در تاجیکستان دیده است، همون مشکلات از سرش گذشته است و با این مشکلات آمده است و وارد این کشور شده است و دیده است که در اینجا واقعا با او یک همچون انسان با او مناسبت میکنند و میگه من واقعا انسان بودن رو احساس کردم، چون که اینها واقعا با من همچون انسان مناسبت کردند و بدون یگان تحقیر، با احترام وقتی که با من صحبت میکردن، من واقعا احساس کردم که من انسانم و این برای واقعا علم آور است. من وقتی این چنین چیزها رو میشنوم و واقعا هم مرا علم میکند. میدونید برای چی؟ برای که مردم من چنین احساس انسان بودن رو ندارد. از یک ارزش اصلی انسان بودن مردم ما را یک توده اوباش راهزن جنایتکار مثل رحمانوف و خانواده‌اش محروم کرده است و اون هر گونه میخواهد با مردم من مناسبت میکند، اون تحقیر میکند، اون هر چی که میخواهد میکند و مردم من وقتی به یک کشور دیگر میآید میگه من احساس انسان بودن میکنم و این خیلی علم آور است و برای یک انسانی که این چیزها رو با چشم خودش دیده است، اصلا گذرانده است و میبیند، واقعا این علم آور است. این وقتی که این رو میشنوم واقعا من این رو واقعا میگم، این قدر علمم میکند که چرا یک مردمی واقعا هم مردمی بهترین، مردم خوب، مردمی که همیشه با فرهنگ و با چیزی گذشتگانش مینازد، امروز باید که از یک اصلی ترین حقوق انسان بودن از طرف یک گروه اوباش محروم شود. آیا این واقعا علم آور نیست؟ آیا این جنایت نیست از طرف جنایتکارانی که این مردم رو از این حقوقشون محروم کردن؟ واقعا آیا ارزش ندارد که برای همین انسان بودنمان مبارزه بریم، برای همین احساس انسانیت کردن، همین که ما خودمون انسان بودنمان رو در دیگر جامعه در وطن خودمون احساس کنیم، باید ارزش ندارد که مبارزه بریم؟ و من فکر میکنم که هر یک نفری که امروز بیرون از تاجیکستان میآید و به خصوص در کشورهای کمتر آزادتر قدم میگذارد، این مسئله رو احساس میکند، میبیند که در دیگر انسان ارزش دارد، ولی در کشور من متاسفانه انسان به یک شیء، به یک وسیله ثروت جمع کنی و رحمان و اویلش تبدیل شده است و این مصیبت ملت ما است. واقعا حالا مثلا در کشورهای پیشرفته مثل در همین کشوری اروپایی اینها مثلا در اصلا میلیاردها سر شد وقتی مردم را کرانتین اعلام کردن که مردم در کرانتین باشید، میلیاردها ضرر دید، هم شرکت ها ولی حکومت هم در سر هر کودک پول داد، در سر هر مردم پول داد. اونی که کارش قطع شد یا کمتر پول گرفت اونا حکومت دولت کمک کرد و همچنین اونها شرکت هایی که در همین وقتی کرونا ویروس بخصوص شرکت هایی که به صحت به اینها کار میکرد میلیاردها صرف کرد تا اینکه میلیاردها را گفت که میلیاردها صدقه سری سلامتی ملت هم ملت سلامت باشد، بهداشت داشته باشد، دیگر مشکل نیست. ولی برای امام رحمان، برای خانوادهش چلی که برادر بابا جان گفتن، هیچ چیز اهمیت ندارد، برای اون ملت اهمیت ندارد. باید مرشراف کند، هزارها ده ها هزار آدم جمع شود، اون از این جمع شوی راحت بکند. اینها چی عذاب میکشند، چی پرابلم دارند، چی برای اون اهمیت ندارد. خودش بهترین واکسن ها را میزند، درست است، خطی همراه اویلش، و این ملت چی عذاب میکشد، چی کار میکند. واقعا یک شرمندگی است. ولی کشورهایی که از مردمش وابسته هست میلیاردها صرف کردن و کرانتین اعلام کردن، کارها ترقی ماند دیگر شد، ولی گفتن که باید این صدقه سری سلامتی ملت ما باشد. ولی متاسفانه در کشور ما
فقط همون یک عائله، فقط رحمان اینها انسان هستند، ظلم و ستم این بکنن انجام بدن هیچ مشکل نیست، ولی برای دیگر مردم حق این چه ندارن. یعنی باید یک زندگی بهتر داشتن. تاسفانه چنین نیست. واقعا هم مثلا این یک جایی هست که مثلا خیلی نگران کننده است. یک چیز حالا دیگر همین محمود مسئله جان، امگذاری که هست برای واکسین میکنن، همین چه خیلی است در تاجیکستان؟ قبل از اینکه درباره بله. این واکسن بگویم محمود اه، جان، یک نکته رو من میخواستم به مردم واقعا از تجربه شخصیم بگم. با هموطنان عزیز، درست است که من حاضر میگم که کشور لیتوا یک کشوری است که از سابق 15 جمهوری یا سابق اتحاد شوروی جدا شده است، امروز به اتحادیه اروپا پس است. ولی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ تمام مسائل دیگر آنچنان پیشرفته است که من واقعا تجربه که خودم شاهدم میگم برای شما، این افسانه نیست، این واقعیت است. ببینید برادرای عزیز، ما وقتی که در اینجا یک کارخانه میده، یک رستوران میده خورد باز کردیم و در اوج فعالیت بود که همین کرونا ویروس به اوج رسید و ما دچار گرفتار بیماری کرونا ویروس شدیم. وقتی که ما رفتیم برای تبابت درمان و رستوران رو بستیم، تمام چیزا رو محکم کردیم، بعد یو اعلان شد دیگر همه جا بسته می شود به خاطر کرونا ویروس زیاد شد و فراگیر شد. اعلان کردن که تمام چنین رستوران ها و کارهایی که با مردم مستقیم سر و کار دارند بسته می شود. ولی میدونید که وقتی که رستوران بسته شد، ما از کار ماندیم، تمام کارگرای ما از کار ماندن. حکومت ماهانه معاش همه کارمندان ما رو و معاش ما رو پرداخت میکرد. تا امروز معاش ما رو پرداخت میکرد حکومت. و این یگان افسانه نیست، این واقعیت است که ما امروز میبینیم. حکومت تاجیکستان و مردم خودش نه تنها یک درم پرداخت نمیکند، حداقل بیاید به مردم طرز درستی واکسن گذراندن. حاضر محمود جان درباره واکسن واقعا وقتی که امروز با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفت که وقتی که مردم از نماز جمعه می اومدن بیرون میقپیدن و به اونها واکسن میزدن. وای مردم، این چی است آخه؟ این چی کار است؟ مردم از کجا میداند که کی واکسن زده است، در کدام واکسن را زده است؟ نخواد که با چنین شکل مردم بیایند یک مسئله حیاتی رو با چنین شکل راه اندازی کنند. واقعا این جای تاسف و نگرانی است. واقعا یک من نمیدونم چی بگم در این باره. واقعا میگم اینا او یک مثلا در وقتی که ما در اینجا برای واکسن زدن میرویم، چندین مرحله یک جای درست کردن، مثلا یک جای بسیار بزرگ. وقتی که میروید از استادیوم فرونز یک بزرگتر است جای واکسن در اینجا. وقتی که میروید وارد میشید، پیش از همه که وارد شوید دستو چندین بار با موادهای شوینده و اینها میشوید، میروید شما در اونجا ثبت نام میشوید، همون چیزها نوشته میشود به شما مخصوص باز کارت داده میشود. بعد شما میروید داخل یک جای اتاق مخصوص میشوید، در اونجا اون چیزاتون میتین، بعد به شما واکسن زده میشه. باز میگه که در بیرون میبروید میشینید 15 دقیقه در اون جا درست کردن الرژی نشود، بله، چون که یگان ریاکسیون نشود، الرژی وجود نداشته باشه، یگان مشکل به وجود نیاد، حالت بد نشود، در بیرون باید 15 دقیقه بشینی منتظر شوی و بعد از اون اجازه داری که بروی. در این 15 دقیقه اونجا تلویزیون گذاشتن، همه وسایل هست، تمام چیز میتونید میرید، شما میشینید منتظر میشید، نگاه میکنید، بعد حرکت میکنید، میره با کارتون بعدی. ولی در ما وقتی که به این شکل در خیابان ها با واکسن زنی شروع میکنن، میان از در مسجد مردم رو میخوان واکسن میزنن، واقعا من نمیدونم این دیگر کدام معیار است، کدام عصر است. چون وقتی که از کجا میدونیم که کی در اونجا واکسن زده شده است، کی نشده است، چقدر مردم واکسن شد؟ این واقعا علامت است. واقعا من نمیفهمم اگر به این شکل است، پس این مردم ما، این حکومتی که ما داریم دیگه حکومتش مونده است یا نه؟ کجا رو نگاه میکنه؟ چیکار میکنه؟ وقتی از عهده یک واکسن کردن مردم نمیبراید، 35 میلیون هم گرفته است. این دیگه چیکار میکنه این حکومت؟ به درد چی میخوره؟ حکومتی که نمیتواند سلامتی مردمش تامین کند، دیگه این حکومت به کی در کار است؟ یک واقعا برای من علم آور است وقتی که چنین چیزا رو میبینم، چنین چیزا رو میشنوم. وقتی که میبینی یک
بازارنشین میبینی که میگه که من از دست نالوگ به این حد رسیدم، اینش میبینی به این حد، میگی خوب این در اینش میگی که مشکل دارن، خب نمیفهمند یا این یا اون. و دیگر یگون چیزی نمونده است که اینها درست اونا انجام بدن. حتی با جون مردم با این شکل بازی کردن دیگر این من نمیدونم این چنین یک حکومت واقعا میگم دیگر به در چی میخورد. واقعا حالا مثلا برادر باوجان درباره شرکتش گفت که مثلا کمک کردن در استرالیا، مثلا همین وقتی که همین کرانتین اعلام کردن در استرالیا، بعد اون به سری هر یک کودک تا 18 300 یورویی دادن. بله. فقط اون غیر کمک هایی که میکنن برای مکتب برای دیگه اینا یک طرف، فقط به خاطر اینکه در این روزها کرانتین هست و حالت روانی خوب نیست، بله. مثلا 500 تایی 300 یورویی کمک کردن. با در سر هر اوله 50 یورویی دادن که مثلا همین مثل کوپن دادن که اینا رو برای از در رستوران ها بخری، برای کمک به رستوران هایی که در اونجا هست. یعنی حکومت ها میلیارد ها صرف میکنن برای این روز یا روزی سختشون آماده هستن که میلیارد ها صرف کنن تا اینکه ایان مشکلی بگذرد. در ما حال امام رحمان و حکومتش نه که آماده هیچ آماده نبودن، همین قدر حتی به خاطر خودخواهی خودشان، به خاطر همین چاره‌بینی ها و به خاطر امو تعظیم کردن و پادشاه گفتن و برای خاطر همون خودخواهی خودشان ده ها هزار آدم جمع آوردن، سلامتی اونها را چی کرد؟ زیر در خطر قرار دادن. و اگر روزی در یک کشور دیگر می بود واقعا همین را در سود می دادن امام رحمان و امو حکومتدارایی که مسئول هستند. برای چی؟ برای اینکه این یک وقتی است که ملت باید در این روز سختی آماده باشیم. ما حکومت تاجیکستان 35,000 بانک ملی و بانک رشد آسیا، بانک جهانی کمک کرده است، فقط حکومت تاجیکستان 1.5 میلیون داده است. فکر کن، یعنی 35 میلیون برای فقط واکسین و اینها میگیرن. اینها چیکار میکنن؟ بله. اینجا واقعا هوا خیلی خوب است، ببینید فضا و مردم آزاد بودن. اگر همتون شما دعوت کنید که شرکت کردن خیلی دیگر برادرای عزیز ما در میزبانی هستیم انشاءالله. یک بار دیگر از برادرای میزبان که ویلنیوس رو تماشا کردیم، امیدواریم برادران عزیز که در همین چند روزی که هستیم رفته اون موزه و دیگر جاهای تاریخی را دیده یک ویدیو میکنیم انشاءالله در خدمت شما در یوتیوب میگذاریم. امیدواریم که از اونها اون را تماشا کنید و استفاده کنید. یک بار دیگر از برادر بابا جان قیوم تشکر میکنم، از یک و یک شما که با ما بودید تشکر میکنم و انشاءالله در روزهای نزدیک بعضی ویدیوها از شهر ویلنیوس بخصوص محبس خانه‌ای که در اونجا مثلا یک موزه تبدیل یافته است و دیگر جاهای دیدنی ویلنیوس را انشاءالله پیشکشی شما خواهیم کرد. شاد و موفق باشین، مواظب خودتان باشین. خداوند نگهبان در پناه الله پاک باشید. سلامت باشید.